دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم با آموزش ساخت یکی از ساده ترین چهارپایه‌ها که حالا به عنوان صندلی استفاده میشه و بسیار کم هزینه است رو بهتون آموزش بدم. سعی من برای اینه که یک سری دست‌سازهای چوبی رو بهتون آموزش بدم که شما بتونین داخل خونه با کمترین هزینه و کمترین امکانات هم خودتون اونا رو درست کنین، سرهم‌بندی کنین و ازشون استفاده کنین و لذت ببرین. برای ساخت این چهارپایه ما به یک شاخه 4 متری چوب روس با مقطع 3 در 6 سانتی متر نیاز داریم. به این ترتیب که 4 تا قطعه چوب 40 سانتی متری برای پایه صندلی، 4 عدد قطعه چوب 35 سانتی برای کفی صندلی و 4 عدد قطعه 25 سانتی بابت اتصال پایه‌های صندلی به هم برای استحکام بیشتر. خب برای این کار اون شاخه 4 متری رو میتونین تحویل نجار بدین که براتون با سایزهای که بهتون گفتم رو برش بزنن، و یا اگر ترجیحتون این است که کلیه کارهای ساخت این چهارپایه رو خودتون انجام بدین، میتونین با تهیه یک اره‌مویی ساده این شاخه 4 متری رو برش بزنین و لذتش رو ببرین. خب تو مرحله نصب ما ابتدا یک پایه 40 سانتی رو با یک اتصال 25 سانتی باید به هم دیگه پیچ کنیم. برای این کار من از یک دریل شارژی استفاده میکنم و اول اون جایی که میخوام پیچ کنم رو سوراخ میکنم و بعد پیچ میکنم. برای این کار دو تا قطعه رو طوری به هم میگیریم که هیچ درزی نداشته باشه و یا هیچ لبه‌ای نده، به اصطلاح کارگاهیش گونیا به هم دیگه باشه. و احیانا اگر شما دسترسی به دریل یا دریل شارژی ندارین برای بستن این اتصالات با پیچ، میتونین با چسب چوب و میخ و چکش این قطعات رو به هم دیگه متصل کنید. و جا داره اینجا دو تا نکته مهم خدمتتون بگم. این که وقتی میخواین دو تا قطعه چوب رو به هم دیگه متصل کنین و با سوراخ کاری اول دارین این کارو میکنین، بهتره که اول اون سوراخی رو که زدین پیچش رو ببندین و بعد سوراخ دوم بزنین. این کار برای چیه؟ وقتی که شما با یک پیچ این دو تا اتصال به هم دیگه وصل کنین، اگر احیانا از دستتون هم در رفته باشه، گوشه یا جایی لبه‌ای زده باشه بیرون، بتونین دو تا قطعه رو نسبت به هم بچرخونین و به بهترین شکل چفتش کنین که کاملا به هم دیگه از همه جهات گونیا باشن. و نکته دوم این هستش که وقتی شما میخواین به صورت مستقیم با پیچ خودکار قطعات رو به هم دیگه متصل کنین، اگر قبلش سوراخ کاری انجام نشه، امکان داره چوبتون به دلیل شرایط نگهداری بد، حالا تو اون چوب فروشی یا جایی که ازش دارین چوب تهیه میکنین، بعد از سفت کردن اون پیچ چوبتون ترک بخوره. وقتی که شما این کارو مخصوصا دارین تو خونه انجام میدین و آنچنان لوازم و تجهیزات ندارین که این داستانا رو کنترل کنین، بهتره که قبلش این سوراخ کاری انجام بشه اگر با دریل یا دریل شارژی دارین انجام میدین. خب همونطور که گفتم، بعد از بررسی تمام زوایا، بعد از زدن سوراخ اول، سوراخ دومو که زدیم پیچش هم میبندیم. خب دقیقاً این کاری که انجام دادیم برای یک پایه 40 سانت برای سمت دیگر هم انجام میدیم و همچین شکلی رو دست میاریم و آماده میشیم برای متصل کردن این دو پایه‌ای که با 4 تا پایه 40 سانت و 2 تا 25 سانت ساختیم. خب اتصال این دو تا پایه با همون 4 تا قطعه چوب 35 سانتی انجام میشه به این شکل که میبینین. اول یک طرف این قطعه چوب 35 سانتی رو گونیا میکنیم با گوشه یکی از پایه ها و طبق روال قبل که سوراخ کاری کردیم و پیچ و بستیم و همچنین دوستانی که با چسب چوب و میخ و چکش این قطعات رو به هم دیگه وصل کردن، این دو تا قطعه چوب هم به هم دیگه متصل میکنیم و برای کلیه قطعه چوبا به همین روش پیش میریم تا صندلیمون کامل بشه. یه نکته دیگه که جا داره اینجا تو این مرحله بهتون بگم بابت انتخاب سایز مناسب پیچ‌های خودکارتون هست. همونطور که می‌بینین یک سری جاها اگر راه دستتون هست میتونین تا پیچ‌های خودکار 10 سانت هم استفاده کنین و یه سری جاها هست که می‌بینین ضخامت دو تا چوبی که رو هم میفته نمیتونین از پیچ بلند استفاده کنین و باید حتما از پیچ‌های مناسب استفاده کنین. اینجا چون دو تا 3 سانت رو هم دیگه هستن، بهترین پیچی که ما تونستیم اینجا استفاده کنیم بابت اتصال به قطعات پیچ خودکار 6 سانت بود، ولی اونجایی که راه دستمون بود و قرار بود یک سر اون پیچ داخل اون ستون‌های 40 سانتی بره، از پیچ 10 سانت استفاده کردیم. خب وقتی که شما دو تا قطعه ابتدایی و انتهایی 35 سانتی رو نصب کردین، وقتش میرسه که فاصله بین دو تا چوب رو محاسبه کنین تا اون دو تا قطعه دیگر رو با فاصله منظم مرتب نسبت به هم دیگه پیچ کنین و بریم مرحله بعدی. خب همونطور که میدونین دو تا قطعه 25 سانتی الان داریم که باید نصب کنیم زیر همون قطعه‌های 25 سانتی که در ابتدای کار بس کردیم. بابت این مرحله شما میتونین چند روش به کار ببرین. اینکه تو ارتفاعهای مختلف نصب کنین از بابت زیبایی یا دفرمه بودن کار، به این صورت که یکی از این قطعات 25 سانتی رو در ارتفاع 30 سانتی از انتهای پایه 40 سانتی نصب کردم و دیگری رو در فاصله 10 سانتی متری. خب دوستان، در نهایت کار ما به این شکل شد با اختلاف ارتفاع اون دو تا قطعه 25 سانتی که یه حالت دفرمه‌ای بهش داد و این که امیدوارم خوشتون اومده باشه و در قسمت‌های بعد حالا میز می‌خوایم درست کنیم و یک سری جا دستمالی یا رگال لباس و هر آنچه که در اقامتگاه بومگردی ماژ خودمون ساختیم و داریم استفاده می‌کنیم.